خیلی جالب. اول صبح صندوق صدقات کندو داره با خودش میبره. کجا نمیبره؟ خیلی جالبه. این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمای فلک زده‌ای که بالاخره سر و عمامش پیدا شد تا درباره تحولات اخیر روزه وحشت بخونه و آژیر خطر بکشه. رئیس جمهور آمریکا از خودش بلاهت نشان میده، لکن این موجب نشود که ما از مکر و حیله و توطئه دشمن غافل بشیم. این دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد. با تدبیر همه در صحنه باشن، همه بایستی با هوشیاری، با بیداری، با آمادگی کامل در صحنه باشن. این بیدارباش عظما احتمالاً برای بسیجی‌ها حکم یه چنین چیزی رو داره. این عظمای بخت برگشته از این که یه وقت بلای قذافی سرش بیاد مثل چی میترسه. ببینید کار به کجا رسیده که تیویدیش هم همین سناریو رو پیش بینی کرده. وقتی دست آمریکا برای قذافی رو شد که دیگر لیبی خلع سلاح و زیرساخت‌های دفاعیش نابود شده بود، یعنی همان نقشه‌ای که در دستور کار آمریکا در برابر عراق هم بود. همزمان با بالا گرفتن اعتراضات مردمی در سال 2011 در لیبی، نیروهای ناتو سوار بر موج بیداری اسلامی مردم منطقه و برای تحت کنترل درآوردن آن به این کشور حمله می‌کنند. حالا آمریکا همچنان به دنبال پی گرفتن سیاستی است که در عراق و لیبی نتیجه‌ای مطلوب از آن به دست آورده. سیاستی که به نظر می‌رسد در جدیدترین سخنرانی رئیس جمهور آمریکا درباره ایران هم بیرون زد. بله دیگه، سید علی شیره‌ای خوب میدونه که وارد ریلی شده که آخرش کله پا شدن خودشه. حالا دو کلمه هم از مشاور شیره‌ای عظما بشنوید که با لب و لوچه زهرآلود و گوش‌های آویزون تازه یادش افتاده که از این حرفا بزنه. به هیچ وجه این توافق برجام تجدید نخواهد شد، تکمله برش زده نخواهد شد و مذاکره ثانوی هم نداریم. همون مذاکره‌ای که باید انجام بشه صورت گرفته و اونا متعهدن همه اعضای 5+1 هم خودشون به تعهداتشون عمل کنن، هم اگر امریکا نمیخواد عمل بکنه اون رو وادار به عمل. یکی نیست بگه آخه تو رو چه به این قمپوزا، بابا شما به یه عدسه بندید. این وسط وضعیت ممجواد ظریف از همه تماشایی تره، یعنی چاره‌ای جز رو آوردن به دیپلماسی التماسی نداره. در مورد سفر آقای تیلرسون به منطقه متاسفانه آمریکایی‌ها نمیخوان بعد از سالها اشتباه اصلاح بکنن دیدگاه خودشون رو که اون که در منطقه باعث ثبات و آرامش و مبارزه با تروریسم هست جمهوری اسلامی ایران. اگر نبود نقش آخوندها در ثبات و آرامش منطقه یه چیزی تو این مایه هاست. حالا یه سری هم به وضع و اوضاع داخلی نظام بزنیم که طبق معمول تو فاز دلپیچه است. جماعت دلواپس گیر دادن به شیخ فری و میخوان دنبش رو قیچی کنن. آقای رئیس جمهور، با جناب آقای جهانگیری در مناظره فرمودید که نقطه سیاهی تو پرونده ما اگه کسی پیدا کرد جایزه داره. سوال، اولا نقطه سفید توش به ما نشون بدید. دو، جناب آقای رئیس جمهور، شما نفرمودید که بستگان نزدیک شما وقتی وام 400 میلیاردی با بهره 0% میگیرن این نقطه سیاه یا سفیده؟ این حاجی لکلک هم تعارف و این حرفا رو گذاشته کنار و کل دم و دستگاه شیخ فری رو برده زیر اخیه. شما الان دست به ترکیب این اشرافیت بخوای بزنی یا اول باید این دولت رو جمعش کنی.
این دولت رسما اشرافیه و این دولت و من هر کسی که او را قبول داره. در یکی از استان‌ها رفتم، هر جا میرم اول میگم استاندارتون کیه و اینا. اولشو پرسیدم، گفت خیلی خوبه، 770 میلیارد تومان ثروتش. این وزیر مسکنتون ثروت اعلانیش به مجلس 450 میلیارد تومانه. این آقای وزیر بهداشت شما ثروت اعلانیش 1200 میلیارد تومانه. از عدد زود عبور کردی. 1200 میلیارد تومان رو بذار بانک، سود ماهیانش میشه 19 میلیارد تومان. و وقتی 250 میلیون برای اینا عدده، آقای رئیس جمهور کجا طالب این اون ثروتشو گشته تا ما بتونیم بگیم اینا چیکارن؟ تازه این که چیزی نیست، یه ترانه هم علیه کاخنشینا درست کردن، نقش اولش رو هم دادن به یکی که قیافش عین داداش شیخ فریه. مردم به دین اهل حکومت نظر کنند، چشم سپه به سمت جلودار لشکر است. این کشته فتاده به هامون نشان چیست؟ مال حرام کو به نظر شیر مادر است. مال حرام کو به نظر شیر مادر است. البته این جماعت خبر ندارن که این لگد پرونی های باندی به ضرر کل نظام تموم میشه، چون همشون این کارن. شیخ فری هم که هنوز تو شوک تحریم سپاهه، پاک چرخش مداری پیشه کرده و به اقتضای شرایط رفته تو خط شعارهای ضد استکباری. استبداد امروز مشکل ما نیست در کشور، اما استکبار همچنان وجود داره. توطئه‌های دشمن همچنان ادامه داره. دعوای دار و دسته مموتی با قوه قضاییه هم ادامه داره و هر بار یه برگ جدید رو میکنن. حالا دیگه این جنگ و دعواها به کف خیابون هم کشیده شده. این هم یه نمونه دیگه از شاخبازی گاوها رو زمین سفت پسالیسگذاری سپاه. بنده جانبازم احمد. جبه چیه پوشک چیه؟ آقا به چی بهتون داره تو این داره این جمله ترامپ تو اینجا داره میگه. این جمله ترامپ. یه لحظه امکانش هست. برنامه شو از یه دقیقه. به من 5 دقیقه وقت بده تمام مراسمتون رو تحلیل کنم. 5 دقیقه. من نمیذارم دیکتاتوریه دکتر. یه دنیا فقط حرف میزنه یک طرفه. من تیکه احمد 50% مجلس چطور یا بریم سوریه اونجا قلداری کن یا بریم اونجا قلداری کن. ارتش سایبری نظام متشکل از مشنگان عمامه‌دار و بی عمامه جمع شدن دور هم یه همایش درست کردن که مثلا برای جنگ نرم شیوه های جدید در بیارن. موضوع اصلی کنفرانس فضای مجازی بود.
هیچ محدودیت مکانی وجود نداره. مدعوین هم از صاحب نظران وطنی بودند و هم از 26 کشور دیگر. اهل رومانی هستم، تاریخ ادیان میخونم. به دبیرخانه این کنفرانس 248 مقاله به 7 زبان ارسال شد. مقاله من در مورد بازی‌های فضای مجازی است. مقاله ارائه کردم برای این کنفرانس تحت عنوان صلح‌سازی ایمان محور در فضای سایبر. حالا بریم سراغ یه سوال و جواب شرعی از حجت الاسلام فسیل که همه مشکلاتش تموم شده، پیله کرده به ادیسون. حساب می آیند مثلا ادیسون که برق را اختراع کرد در جهنم است، مگر می شود چنین کسی که خدمت بزرگی به بشر کرده در جهنم باشد؟ فرمودن که خدمت بزرگی کرده به بشریت. ما باید اینجا به دو نکته توجه داشته باشیم. باید دید که این اختراعات غرض چی بوده، نیت چی بوده از این اختراع. ایشون مثلا فرض کنید 40 سال زحمت کشیده که خدمت به بشر بکنه، یا زحمت کشیده که به شهرت برسه، و یا دومیش که دنیا ازش رو گرفته، اختراع کرده که به پول برسه و پولش تو دنیا بهش رسیده، دیگه چه طلبی از خدا داره؟ این صحبت‌های بزبز قندی درباره حکومت دیکتاتور و وابسته ژاپن هم شنیدنیه. یعنی آدم قشنگ میفهمه که هیچ جای دنیا به اندازه ایران آزادی نیست، حتی ژاپن. من یه بار دیگه هم عرض کردم دانشگاه توکیو جلسه‌ای داشتیم چند سال پیش، موضوعش مثلا بحث‌های سیاسی اینا نبود، ولی سالروز بمباران اتمی بود. گفتن 1 دقیقه سکوت به احترام قربانیان. خب 1 دقیقه سکوت کردیم، بعد من گفتم حالا 1 دقیقه هم به احترام قربانیان حرف بزنین. خیلی سکوت کردیم. سوال اینه که به این سوال جواب بدین، بمب اتم کی زد؟ چرا اصلا هیچ کدوم اسم آمریکا رو نمیارین؟ چرا محکوم نمیکنین؟ مگه این مثل بلایای طبیعی بود؟ زلزله بود، سیل بود، چی بود؟ این بمب افتاد یا یه کسی انداخت؟ میترسیدن حرف بزنن. رئیسای دانشگاه‌های توکیو به هم دیگه نگاه کردن و یکی قهوه کافیشو سر کشید، قهوهشو خورد، که به موبایلش بررفت، یکی به بغلش شروع کرد به حرف زدن. بعد این مجری که خودشم دانشجوی دکتری و استاد اینا بود گفت که بله خیلی رقت برانگیز بود، ولی حتما لازم بود آمریکا کارو بکنه. افکار عمومی رو اینجوری میسازن. من اونجا گفتم این حرف تو از بمب اتم خطرناکتر بود. بعد که اومدیم بیرون یکی از اینا آمد گفت آقا نه ملت ما مثل ملت شماست، نه حکومت ما مثل حکومت. اینجا اگر یک کلمه حرف بزنیم هفته دیگه از زندگی ساقطیم. نمیان میگن چون این حرفو زدی، یه بهانه جور میکنن. شغل و آبرو و امنیت و همه چی از ما میگیرن، ما نمیتونیم این حرفا رو بزنیم. این بزبز قندی هنوزم نفهمیده که تو ژاپن سر کارش گذاشتن. این رفیق قدیمی اکبر کوسه هم به لودگی افتاده و دست پیش رو گرفته که پس نیفته. آقای میگن آقای صادق زیبا کلام کارمند وزارت اطلاعاته. من هم کارمندم، هم بازنشسته وزارت اطلاعاتم، هم رئیس وزارت اطلاعاتم، هم مسئول سنبرای وزارت اطلاعاتم که بی آب نمونم بسوزن. اصلا دیگه همه شیش دست منه. آقای دکتر میگن بعضی از کنشگران میگن که شما سوپاپ اطمینان نظامی. من سوپاپ اطمینان هستم، جنسم هم آلیاژ زنگ نزنه و هیچ زنگم نمیزنم و هستم دیگه به هر حال کاملا انجام هست. این قضیه کلمات معادل فارسی هم خودش سوژه خنده شده. یه نمونه رو ببینید. مثلا سالهای پیش گفتن که آقا به جای آسانسور بگید بالا بر. مگه 20 ها پایین نمیبره؟ تو ایران فقط بالا میبره؟ یعنی از شیشم باید بپری دیگه. به جای سلفی گفتن بگید خیشه انداز. یعنی در سال 2017 داریم با عمر خیام سلفی میگیم استاد خیشه اندازی بیافکنیم با اشتر، بعد گوشی چیه؟ اپل 13 مگاپیکسل. یعنی نمیخوره به هم. به جای کراوات گفتم بگید دراز آویز زینتی. چه خبره آخه؟ یعنی من بخرم میرم بگید سلام آقا دراز چی بگم؟ میتازه من بیرون هستم.
در پایان این شما و این بدل ایرانی مسی در بارسلون اسپانیا که فقط و فقط به خاطر شباهتش به مسی اینطور مورد استقبال قرار گرفته. عجب دنیایی دارن این سلبریتی ها. Mensen foto's maken. Ay, Antonio. بیا وای نه.